با سلام خدمت دوستان. باز هم امروز در خدمت شما هستیم با یک موضوع جدید. همونطور که قبلا اعلام کردیم در مورد اظهارات دو نفر، یکی آقای محمود صادقی نماینده سابق مجلس دهم به اصلاح طلب هستش، توییتی راهکارهایی رو به زعم خودشون در مورد بازگشت آرامش به جامعه و ثبات به نظام مطرح کرده که در اون مورد صحبت خواهیم کرد. همچنین صحبت خواهیم کرد در مورد سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، مخصوصا در مورد صحبت هایی که در مورد رفراندوم، خواست رفراندوم انجام داده. عرض کنم آقای صادقی به عنوان نماینده اسبق مجلس که در لیست اصلاح طلبان قرار داشت، به عنوان نماینده اصلاح طلب شناخته میشه، توییتی اینطور تجویز کرده به زعم خودش که 4 گام برای بازگشت آرامش به جامعه و ثبات به نظام معرفی کرده. یکی معرفی و مجازات عاملان مرگ مهسا امینی، این یکیشه. دومی برچیدن گشت ارشاد. سومی آزادی بازداشت شدگان حوادث اخیر و چهارمی هم که البته این خیلی مهم است و بایستی روش کمی صحبت بکنیم، چون که این موضوع میشه گفت که ارتباط داره با سخنان مولوی عبدالحمید. چهارمی هم فراهمسازی مقدمات انتخابات آزاد. آقای صادقی مثل این که از جرگه قیام و مسائلی که در حال حاضر در ایران در حال بروز هستش نه یکم بلکه خیلی عقبه. این مسئله اول. دوم این که و یا آقای صادقی اساساً کارکردش همونطور که البته این دومی احتمالش قوی تره، به احتمال قوی آقای صادقی اساساً خواست مردم و یا مسائل حقوق بشری نیست. همونطور که توی توییتش مشخصه، آرامش رو به جامعه میخواد برگردونه و دوم نظام رو ثباتمند بکنه، یعنی ثبات رو به نظام ببخشه و ثباتمند بکنه نظام. یعنی اساسا خواست خودش رو به صورت واضح و آشکار اینجا بیان کرده. خب مورد اول که صحبت کرده میگه که معرفی مجازات عاملان مرگ مهسا امینی. خب عاملان مرگ مهسا امینی کیا میتونن باشن؟ مثلا 2 نفر 3 نفر از مسئولان نیروی انتظامی و گشت ارشاد. یعنی این خیلی به راحتی از طرف جمهوری اسلامی میشه انجام بشه، یعنی 2 نفر 3 نفر معرفی بکنن و به صورت فرمایشی اینها رو دادگاهی بکنن و یه چندین سال هم زندان بدن و قتل غیر عمد معرفی بکنن. خیلی راحته و اساساً دادگاه هایی رو که مثلا آقای صادقی میگه که معرفی و مجازات بشه چه دادگاهی حکم خواهد داد و به وسیله کدوم سیستم، کدوم نظام این مجازات خواهد شد؟ همون رژیم جمهوری اسلامی ایران، همون رژیمی که در حال حاضر داره توی خیابون ها در کل کشور مردم رو میکشه
باشلیک و مستقیم صدها نفر رو الان دستگیر کرده و شکنجه میکنه. حالا معلوم نیست در آینده چه وضع اسفناکی در پیش روی این جوانان و مردان و زنان آزاده خواهد. بنابراین اساساً ارزشی نداره که، یعنی ارزش حقوقی، ارزش انسانی این بند یک نداره. یعنی معرفی 2 سرباز، 3 سرباز و یا درجه دار سروانی سرهنگی معرفی بشه و بگه آره عاملان گرد. مسئله خیلی خیلی ریشه دارتره آیه صادقی، یعنی مسئله به این راحتی نیست و الان هم سال 1388 نیست. این رو خواستم یادآوری بکنم که قضیه داره کاملا فرق میکنه، مسئله فرق میکنه و یه مردم به اراجیف و مزخرفاتی که از سال 88 طیف اصلاح طلب به خورد این مردم، به خورد این جوان‌ها دادن، امید دادن بهشون و اونها رو واقعا به خیابون‌ها کشیدن و خودشون عرض کنم رفتن به کارشون و فقط خواستشون و کل فعالیتشون این بود که نظام باقی بمونه، مبادا خدشه‌ای به نظام وارد میشه. همونطوری که همین الان آقای صادقی در توییت خودش مطرح میکنه، اساساً مسئله مردم نیست، مسئله حقوق بشر نیست، مسئله مسائل و حقوق انسانی، حقوق ذاتی، حقوق اولیه انسانی نیستش. تنها مسئله‌ای که هست واسه آقای صادقی ثبات نظام و باقی موندن نظام و این تأمین نمیشه به جز اینکه به جامعه آرامش برگرد. دومی برچیدن گشت ارشاد. حالا گشت ارشاد رو اینها بر بچینن و عرض کنم خدمتتون اساساً از کار بندازن و جمع کنن مسئله گشت ارشاد رو، اونم دیگه فرقی نمیکنه. یعنی مسئله خیلی ریشه دارتر شده. امروز گشت ارشاد نباشه، فردا یک بخش دیگه در یکی از سیستم های امنیتی، انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی پایه‌ریزی خواهد شد و همون پرفورمانس رو، همون کارکرد رو اجرا خواهد کرد. یعنی این هم دردی دوا نخواهد کرد، چون که میدونیم که مسئله فقط مسئله گشت ارشاد نیست، مسئله خود نظامه، مسئله ریشه‌ای خود نظام هستش. همه چی از خود نظام نشأت میگیره، همه مشکلات. و از سومی هم همون مثل مورد اول آزادی بازداشت شدگان هستش، ولی مورد چهارم فراهمسازی مقدمات انتخابات آزاد. این آقای صادقی انتخابات رو به چه معنی میگه؟ یعنی چه نوع انتخاباتی؟ اولا انتخابات موردی هستش. یک نوع انتخابات داریم که همه میدونن، انتخابات ریاست جمهوری هستش، نمایندگان مجلس، شورای شهر و قس الهذا. یکی همونطور که آقای مولوی عبدالحمید در سخنان خودشون در نماز جمعه در زاهدان گفتند و خیلی هم به صورت علنی این رو
و خیلی واضح و آشکار، نه در لفافه، به زبون آوردن رفراندوم هست. خب رفراندوم یه معنی دیگه ای داره و انتخابات آزاد یک معنی دیگه ای داره. اساساً میدونید که در سالهای اخیر مخصوصاً در مورد ریاست جمهوری رقابت‌های خیلی تنگاتنگی بین اصلاح طلبها و اصولگراها به صورت خیلی کلی وجود داشته. ظاهراً آقای محمود صادقی با اینکه تقریبا میشه گفت که 1 سال از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی میگذره، باز هم هنوز در نخ اون مسئله گیر کرده و هنوز هم میگه که ما بایستی یک انتخابات آزادی برگزار بکنیم که بتونیم ریاست جمهوری مثلا یک اصلاح در. من این رو به این حالت خوندم. ولی خب اینم انتخابات آزاده. انتخابات آزاد رفراندوم نیست. رفراندوم یک مسئله دیگه که درش صحبت خواهیم کرد. و وقتی که میگه انتخابات آزاد به نظر من مسئله ریاست جمهوریه که آقای صادقی هنوز هم که هنوزه، مثل بسیاری از اصلاح طلبان هنوز در این مسئله گیر کرده که یک رئیس جمهور مثلا اصلاح طلب سر کار بیاد به عنوان رئیس جمهور. این مسئله خیلی فرق داره. یعنی خواهش میکنم که این رو جدا بکنیم. انتخابات آزاد رفراندوم نیست. اونی که آقای مولوی عبدالحمید امروز گفتن رفراندومه. رفراندوم معنیش چیه؟ رفراندوم همه پرسیه. همه پرسی فرق میکنه با انتخابات. در همه پرسی یک مورد خاص رو مطرح میکنن که آیا این مورد خاص مردم به این جواب بله میدن یا جواب خیر میدن، یعنی جوابشون نگاتیو هستش و یا پوزیتیو هستش. این فرق، یعنی منظور آقای مولوی عبدالحمید دقیقاً طور که از ترمینولوژی ایشون مشخص هستش، کلیت نظام رو میگن که ما به رفراندوم ببریم. اگر آقای مولوی عبدالحمید میگفتن که انتخابات برگزار بشه، خب انتخابات برگزار میشه دیگه. خب آقای صادقی میگه که انتخابات آزاد برگزار بشه. آقای صادقی، در رژیم اسلامی کی انتخابات آزاد برگزار شده که حالا بشه برگزار کرد؟ یک. دوم، وقتی که یک گروه خاصی به عنوان تنها مقامات و سیاست مداران این کشور کل قدرت رو در دست دارن، آیا شما سراغ دارید توی یک جامعه‌ای و یا کشوری توی هر کجای دنیا که اون گروه که در رأس قدرت قرار دارن بیان و مثلا قدرتی که در دست دارن و کاملا به فساد کشیده شده اون رو دو دستی تقدیم شما بکنن و یا هر کس دیگه‌ای و بگن که آره ما میخوایم تقسیم قدرت بکنیم و انتخابات آزادی برگزار بکنیم و هر کس بیاد مثلا انتخابات بشه. در حال حاضر نه خود بماند اینکه خود اون گروهی که در رأس قدرت قرار دارن، نوادگانشون، پسرانشون، دخترانشون، نوه‌هاشون، همه کل ابواب جمعی فامیلشون در حال حاضر در ترس و رعب و وحشت به سر میبرن که آیا اگر این قیام به انقلاب تبدیل بشه و عوض بشه نظام، چه بلایی سر اینها خواهد اومد.
و فوج دارن مملکت رو ترک میکنن، پولهاشون رو جمع میکنن و دارن از مملکت خارج میشن. آقای صادقی، مسئله از این قضیه خیلی فراتر هستش. ما بایستی این رو درک کنیم. البته درک میکنید، شما هم از خود بدنه نظام هستید، یعنی اصلاح طلبان هم از بدنه خود نظام هستند و خواهان این هستند که خودشون حداقل یک مسئله ریاست جمهوری رو، مثلا مقام ریاست جمهوری رو بتونن که از رژیم چیز بکنن، اشغال بکنن. مسئله از اون قضایای خیلی گذشته و تقدیر میکنم آقای مولوی عبدالحمید رو که امروز خیلی با صلابت در مورد رفراندوم صحبت کردن. رفراندوم گفتن معنیش اینه که کلیت نظام رو زیر سوال میبره و میگه که مردم باز هم به صورت آزاد بیان رأی بدن، رأی آریانه بدن، همونطور که در اول انقلاب رفراندوم برگزار شد. چقدر آزاد بود، چقدر آزاد نبود، این مسئله دیگه ای هست. خب اگر قرار باشه رفراندومی برگزار بشه که من مطلقاً به این معتقد نیستم که برگزار بشه این مسئله، چون احتمال این رو حتی 1% هم نمیدم، ولی خب اگر هم قرار باشه برگزار بشه، خب شرایط برقرار باشه، بایستی در کاملا زیر نظر و نظارت سازمان‌های بین‌المللی مستقل انجام بشه. خب در اون موقع کل نظام جمهوری اسلامی به رفراندوم گذاشته میشه و مردم رأی میدن که به چه نوع سیستمی رأی میدن. آیا میخوان این سیستم رو ادامه پیدا بکنه، آیا نمیخوان. با جمهوری اسلامی از خیلی سالهای پیش میدونه که مطلقاً اگر یک چنین رفراندومی، یک چنین همه‌پرسی قرار باشه به صورت آزاد برگزار بشه، حتی 1% هم رأی نخواهد آورد. به این ترتیب ما بایستی بشناسیم و بدونیم که این مسائل به چه معنی هستش. همچنین شخصیت هایی که مثل آقای صادقی که به صورت این توییت در شبکه‌های اجتماعی و یا مصاحبه هاشون صحبت میکنن، ما اینها رو بایستی بشناسیم. یعنی مثلا معرفی و مجازات عاملان مرگ مهسا امینی نوشته، این رو بایستی بدونیم که خب درست این مثلا در نگاه اول به مذاق همه ما خوش میاد، آره دیگه درسته، ولی خب این رو بایستی در نظر داشته باشیم که ما سیستمی که درش زندگی میکنیم، سیستمش مثل کشورهای پیشرفته اروپایی از لحاظ حقوقی نیست. ما با جمهوری اسلامی صفاک طرف هستیم و قربانی کردن 1-2 نفر برای حفظ نظام، حتی نه 1-2 نفر، هزاران نفر برای اینکه نظام باقی بمونه، برای جمهوری اسلامی نه اینکه سخت نباشه، خیلی هم راحته و میتونه این کار رو بکنه. در سالهای اخیر هم این کار رو انجام داده و انجام هم خواهد داد. یعنی راه نیست و روش نیست. روش همونطور که در برنامه قبلی گفتیم فقط انقلابه، یک انقلاب سخت و با همه ابزارهای خودش. یعنی این رو خدمتتون عرض بکنم، در حال حاضر در چنان بزنگاهی قرار گرفتیم که هر کسی بایستی طرف خودش رو، ذهنیت خودش رو بیان بکنه و نه اینکه خودش رو چیز بکنه، مخفی بکنه، صحبت بکنه و هر کسی
بتونه با شنیدن و دیدن و خوندن آثار و یا مصاحبه ها و گفته ها و سخن های هر کس بتونه بشناسه که کی کدوم طرفه و چی میخواد. اساسا مشخص شد یا آقای صادقی و ابواب جمعی ایشون یا دوستان ایشون همفکران ایشون اساسا اعتقادی به مسائل حقوق بشری ندارن. یعنی آقای ظریف رو به خاطر داشته باشید، به خاطر بیارید زمانی که توی فکر کنم امریکا بود، دقیقا ذهنم نیست، مصاحبهش رو وقتی که مصاحبهگر ازش میپرسه که مسائل حقوق بشری در کشور شما رعایت نمیشه، عوض این که دفاع بکنه و صحبت بکنه، حداقل مثل دروغگوها این رو بگه که نه خیر اساسا این مسئله نیست، نمیتونه که چیز بکنه، انکار بکنه، چون که همه چی مشخصه دیگه. در عصر ارتباطات هستیم، همه چی مشخصه. خیلی با پررویی میگه که من خودم پروفسور حقوق بشر هستم. وقتی که ظریف پروفسور حقوق بشر در ایران باشه، آدمی مثل ظریف که خودش در جبهه استاد کردن، آقای حسن روحانی استاد کردن، وزیر امور خارجه هم فکر خودش، اگر ایشون پروفسور مسائل حقوق بشری و ابراهیم رئیسی هم خودتون میدونید یک قاتل و جانی جزء هیئت مرگ در سال 1988 و اینها خطشون به موازات همه، یعنی شاید روش هاشون کمی با هم فرق داشته باشن، ولی خب در نهایت از یک چشم آب میخورن و هدفشون، آماجشون، خواستشون یکی هستش. این رو خواستم خدمتتون عرض کنم، بایستی در این بزنگاه تاریخی همه شناخته بشن و مردم بدونن که کی چه فکری در سرش داره، از چی دفاع میکنه، از چی دفاع نمیکنه. بایستی اینها مشخص بشه و تاریخ اینها رو درج میکنه. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدید و توجه کردید. تشکر میکنم ازتون. سعی خواهیم کرد که در روزهای آینده هم صحبت بکنیم از مسائل روز، تفسیر بکنیم، آنالیز بکنیم، خیلی اجمالی و در ویدیوهای کوتاه. البته از هفته آینده همونطور که در ویدیوهای قبلی هم کمی اشاره کردیم، بعد از این با اعلام قبلی البته میهمانانی خواهیم داشت و در مورد مسائل مختلف، خصوصا مسائل روز و همچنین مسائلی که زیاد در کانال ها و رسانه های دیگه صحبت نمیشه، مخصوصا در مورد مسائل اتنیکی، حقوق اتنیکی، حقوق اقوام، حقوق ملت ها و حقوق مذهبی صحبت خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که برنامه‌های پرباری داشته باشیم. ممنون و تشکر میکنم. سلامت باشید. در سلام.